ترقیات ملت از معارف آغاز می‌یابد و غمخواری نسبت به معارف سرمایه‌گذاری برای رشد نیروی انسانی و آینده آباد دولت و وطن میباشد. به معارف یگان ساحه رشد نمی‌کند. من میدانم از اول سیاستی من میدانید دوستان عزیز، ژاپن هم آباد شده است، سنگاپور هم پیشرفته شده است، کره جنوبی هم وی کرده است، همش از حساب دیگر دولت های پیشرفته. من پایانتر نیستم میگذارم. حساب چی؟ سرمایه را بر کجا روانه کردن؟ سرمایه را بر رشد انسانی. خب به معارف یگان قدم پیش رفته نمیتوانیم. به معارف، به رشد ساحه معارف.